خدمة باويا كسر بقول لانجاري يعني أو يا كسر إنصاف نمجمع مونمش بدمين بليتو كمان بخارين ما شخصا من دوره خدمة بايون کردستم با امیر یا کسی بقول لانگاری کی با نرخ دسترس ارزان به فایز گرفته بلیتو شما را بالو جوی دنیو میتا روز 16 январ بلیت گرفتگی آمدگیم در زل اجدان داماده دو فیستودگیم بالدارو شما دامامی گونه توصیه میتونم که بسیاری زنگ میزنین میگن که مثلا دکا کیداد ممکن بلیتام نگرفتن یا کیداد ممکن نمرم نچور کدام بفراتون که فریب نخینه دیگه یا کسو یا کسی بقول لانگاری مراجعت که یا کسی انصاف به فایز شما را بلیتتون نگرفته بالو جوی دنیو میتونین سفر کنین چی گفتم یا بورگا مینا دوره خدمت با یا کسی بقول لانگاری یا کسی انصاف میرسن زنده باشین بعد یا فراموش نکنین برادرها که در ایرپورت داماده دو تاورکا خیلی بسیاره که نشوتی پاتین نشوتی رگیستراسیا تاورکاتون میکنن آباد باشین خطونا نگاه کنین. سلام علیکم و رحمت الله. برات ساز خوب سلامت خوبه انشاءالله. راجان ما آمدیم ساق سلامت رسیدیم خیر خونه ده هزار رحمتی کلان اکه برای شرکتون برای خطونی الله یار مددگارتون باشه انشاءالله. دستی وزیم اکه خیر آمد اکا جون خوشخی خیلی آیا کسش مو گانده ارزان دی میفهمیدم مشخود راستی آیا کس تونه نا فهمیدم کی وجود دیرشید مرن امروز با پاکا بلیت میه خیر انشالله دفعه آینده ده انشالله شما بلیت میگیرم الحمدلله ارزان ده رحمت که اون اکجون مال فهمو اکا خدا خو اکا نمیاد 4 روز بعد اکا می نویسم اکا اد بلیت میگیریم اکا دک از راکیم اکا جمعه اولی کو بگیریم پرسا گفتم من اینتری سواد کنم نسام دل اکا شما نظر بعد دیگه جویا هزار 200 روبل اکا ارزون ده اکا قبل نیست اکا می نویسم اکا خدا خو دارو میگیرم. شیرینار سلام علیکم یا بارگاه این ما سفر کردیم میپریم خدا نگهدارتون باشه با بوی لانگاری به سلام بگو 100% دماش گذاشتیم میپریم این بعد 5 minut minnatdor شیرینار خدا نگهدارتون باشه.